حرفی که در مورد شلوارت میتونی بگی ولی در مورد پارتنرت نه. الان پاره مده. روز به روز داره سیاه‌تر میشه. جمله‌ای که هم تو مدرسه به کار میبرن هم تو رابطه. میخوام یه جوری داد بزنی صدا تا آمریکا بده. دوست دخترت حامله است ولی تو عقیمی. این کار آشناست. چیزی که تو رستوران میتونی بگی ولی به دوست دخترت نه. بیا ببین خودت میتونی اینو بخوری. تو خونه با دختری یهو باباش میاد. به این وقت برای دعوا زیاده. الان یه نخ سیگار داریم. بزرگ فامیل داره نصیحتتون میکنه چی بهش میگی؟ من نمیدونم این همه خوراکی رو میز هست چرا اینا رو نمیخوری؟ بزرگ منی چپت لال. با یه دختر نابینا رفتین سر دیت. ببین با عصای سفید اومدی با کفن سفیدم. شما ظاهر چقدر براتون مهمه؟ رفتی داروخونه کودکس بخری یهو پدرزنت میاد. اینجوری نگاه نکن ما خیلی سیسمونی بدهی حالا. شاعرای قدیمی هستید که اومدین در قرن معاصر. چنین گفت رستم به اسفندیار من ویلا میگیرم تو خانوم بیار. استاد تو گچه دکتر شیاف نوشته پدر بزرگ رفیقت کنارته. یه شیافه دیگه چرا داری شیره میخوری؟ دختر مورد علاقت تو کتاب فروشی کار میکنه؟ چه جوری مخشو میزنی؟ قورباغه‌تو میدی قورت بدم؟ فروشنده لباس زنونه ای؟ یه چیزی بگو که بتونی بفروشی. خدا شاهده سودش با همین دید زدنه. بدترین چیزی که میشه سر خاک رفیقت بگی. بیا مرزه تو همچین فامیلایی داشتیم ما میرفتیم اندرز بود. میخوای دوست دخترتو بیاری خونه همسایه فضولم نشسته دم در نمیره چی بهش میگی؟ ببین اینم میاد و میره آخرش من میمونم و تو. عجیب ترین چیزی که تو رو یاد اکست میندازه. عقب ماشین نمیدونم چرا بالانس نیست خیلی. با یه دختر زشت تو اتاق گیر کردی میگه هوا گرمه. هوا چقدر یه نفر است.